سرخط خبرهای مهم. سنه تجلیل عید قربان در تاجیکستان اعلان شد. باز یک محدودیت به مهاجران تاکسیران در مسکو و در افغانستان یک نوع فوتبال را منع کرده‌اند. سلام بیننده‌های گرامی، با امید تنصیحاتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز می‌کنیم. امروز جمعه 30 می. امروز در شهر دوشنبه کنفرانس بین‌المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها برگزار می‌شود. مقامات در تاجیکستان می‌گویند در همایش دوشنبه بیش از 2200 نماینده از 65 کشور اعضای سازمان ملل و 70 سازمان بین‌المللی شرکت خواهند کرد. در میان آنها نخست وزیران چند کشور و نایبان پرزیدنت‌ها هم میباشند. انتظار می‌رود در پایان این همایش اعلامیه دوشنبه درباره پیریخ‌ها قبول شود. تاجیکستان که 93% حدودش کوهسار است، یکی از سرچشمه‌های اساسی تامین آب تازه در آسیای مرکزی به حساب می‌رود. حکومت تاجیکستان سال‌هاست که از آبشوی پیریخ‌ها نگرانی می‌کند. رسانه‌های دولتی تاجیکستان همیشه از آن توصیف می‌کنند که با تشبث دوشنبه چند قطعنامه سازمان ملل درباره آب قبول شده است. اما منتقدان میگویند با وجود تلاش دستیابی به اعتبار بین‌المللی، مقامات در تاجیکستان برای حل مشکل دسترسی به آب آشامیدنی و یا پیشگیری از سیل آبخوزی‌های پرقربانی در داخل کشور کاری کمی به انجام می‌رسانند. شورای علمای تاجیکستان روز تجلیل عید قربان و یا عید اضحی را در کشور روز 6 ایون یعنی روز جمعه آینده مقرر کرد. با قرار شورای علمای مرکزی اسلامی که روز 29 می نشر شد، نماز عید را ساعت 5:45 صبح می‌خوانند. در قرار شورای علما همچنین امام خطیبان وظیفه‌دار شدند که مردم را به دستگیری از یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشته‌کاری، پیشگیری از اسرافکاری، نظارت کودکان و نورسان هنگام عیدگردک دعوت کنند. عید قربان یکی از دو عید مسلمانی در تاجیکستان است که رسما روز استراحتی است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها رفته، سپس آنهایی که توان دارند قربانی میکنند. رانندگان مهاجر در شهر مسکو اکنون تنها با دانستن پایتخت میتوانند در این شهر فعالیت کنند و یا به کار خود ادامه بدهند. قرار دخلدار و سرگی سویان این شهردار مسکو امضا کرده است. از این به بعد رانندگان مهاجر باید دانند که ایستگاه‌های مترو، راه آهن، بیمارخانه‌ها، مکتب‌ها، مؤسسه‌های حکومتی و فرهنگی در کجا جای گیرند و چطور به این بناها میتوان رسید. بنا به مقررات نو، رانندگان کیروکش در مسکو از سنجش میگذرند و برای ندانستن معلومات ذکر شده راننده 5000 روبل جریمه می شود. رسانه‌های روسی خبر دادند که حکومت شهر سنت پتربورگ هم نقشه دارد که تا آخر سال 2025 فعالیت خارجیان را به حیث کیروکش و کالارسان منع کند. الکساندر بیگلوف، شهردار سنت پتربورگ، در سامانه حکومت این شهر لایحه قراری مذکور را نشر کرده است. در آن آمده است که از 1 ایول سال 2025 فعالیت خارجیان در بخش کیروکشی و کالارسانی در حدود این شهر منع کرده می شود. در یک سال اخیر دومای دولتی روسیه 34 طرح قانونی را قبول کرده به ورود، اقامت و کار مهاجران در این کشور محدودیت‌های زیادی جاری نمود و آنها را هرچه بیشتر به یک قشر بی‌حقوق و آسیب پذیر تبدیل داد. خبرگزاری افغانستان اینترنشنال با تکیه به منابع محلی در افغانستان گزارش داد که مقامات ولایت دایکند این کشور دستور دادند تا سران لختکان فوتبال بازی روی میزی را ببرند وگرنه این بازی با دلیل مذهبی ممنوع خواهد شد. به نشر این رسانه، طالبان مانند بودن لختک‌ها با بت‌ها را دلیل آورده گفتند در اسلام بازی کردن با بت‌ها حرام است. بنا به گزارش‌ها، طالبان به باشگاه‌های ورزشی دستور دادند که تنها در صورت بریدن سر لختکان فوتبال باز می‌توانند به بازی ادامه بدهند. طالبان رسما درباره منع این بازی اظهار نظر نکردند. از این پیشتر حکومت طالبان برگزاری بازی شطرنج را در افغانستان موقتا منع کردند. گروه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در سال 2021 محدودیت‌های زیادی در ورزش جاری کردند. از جمله شرکت زنان و دختران در مسابقه‌های ورزشی منع شد. در مجلس حکومت تاجیکستان روز 29 می برنامه پیشگیری و نظارت سرطان در تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 قبول شد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در این جلسه با اشتراک امام علی رحمان
وزیر تندرستی برنامه نو را معرفی نمود. این برنامه بخش از استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 دانسته شده است. مسئله پیشگیری بیماری‌های سرطان یک از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه تندرستی اعتراف شده است و با این هدف به نوشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان در سالهای نزدیک سطح اطلاع رسانی به اهالی درباره سبب و عامل‌های گرفتارشوی به بیماری‌های онکولوژی و پیشگیری از آنها توصیه خواهد یافت. طبیبان یک مشکل اساسی در طبابت سرطان را در آن می‌بینند که بسیاری ها عادت سریع وقت از معاینه طبی گذشتن را ندارند و بسیار وقت برای طبابت بیماری دیر مراجعت می‌کنند. ساکنان در نوبت خود میگویند به دلیل گران بودن تشخیص و طبابت از سریع وقت مراجعت کردن به طبیبان خودداری می‌کنند. در تاجیکستان تا سال 2024 در مجموع 20675 نفر بیماری онکولوژی به قید گرفته شده است. طبیبان از افزایش گرفتاری به سرطان در بین زنها اظهار نگرانی کرده میگویند در یک سال آمار آشکارشوی سرطان سینه تا 500 نفر زیاد می شود. دبیر شورای امنیتی روسیه سرگئی شویگو گفته است بازداشت قراری منع طالبان میتواند به روسیه امکان ایجادی همکاری‌های شریکی را با کابل فراهم کند. شویگو که روز 29 می در جلسه دبیران شورای امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو صحبت میکرد، گفت روز 17 اپریل دادگاه عالی روسیه قرار منع فعالیت طالبان را همچون سازمان تروریستی بازداشت. این چیز به باور شویگو راه را به ایجاد شریکی علاوگی با کابل در دوره منفعت‌های مردم روسیه و افغانستان هموار می‌کند. نمایندگان FSB روسیه گفتند قرار دادگاه عالی درباره بازداشته شدن منع فعالیت طالبان در این کشور 26 می به اجرا درآمد و در فهرست سازمان‌های تروریستی تغییرات وارد کرده شد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای 30 می خبر می‌دهد. 30 می سال 1931 با یک قرار حکومت شوروی تاجیکستان مبارزه با محو بیسوادی در میان کلانسالان شروع شد. برای این از شمال کشور و همچنین سمرقند و بخارا صدها آموزگار به مناطق جنوبی و شرقی کشور فرستاده شدند. در 2 سال بعدی در حدود تاجیکستان شوروی 4000 مکتب محو بیسوادی تشکیل یافت که بیش از 140,000 شاگرد داشت. هدف حکومت دادن خط سواد عادی به اهالی و از این را تقویت دادن زینه‌های ایدئولوژی شهروندان جمهوری شوروی سوسیالیستی بود. 30 می سال 2007 مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قانون درباره تنظیم عنعنه، جشن و مراسم‌ها را قبول کرد که یکی از پربحث‌ترین قانون‌ها در سال‌های استقلالیت کشور گردید. قانونی که با پیشنهاد پرزیدنت قبول شد از سوی ایجاد معیارهای یگانه در رسم و رسوم مردمی و کاهش خراجات عائله‌ها برای تشکیل مراسم‌ها را هدف قرار داد. منعقدان این قانون را برای مداخله به حیات شخصی و محدود کردن آزادی‌های معیشی شهروندان تنقید می‌کنند. با یک فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 30 می سال 2001 کمیته نظارت دولتی مالیوی تأسیس شد که 6 سال بعدش صلاحیت آن و پلیسی انداز متحد شده بر اساس آن اگنتی مبارزه با کروپسیا تأسیس یافت. رسالت این نهاد در امر مبارزه با فساد و به جوابگری کشیدن مقامداران پاره‌خور در آغاز خوب قبول شد، ولی بعداً حالت‌های کم نبود که این نهاد را برای ناتوانی در مجازات فسادخواران با نفوذ و مقامداران ارشد انتقاد می‌کردند. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 126 سومانی، 100 یورو با 1127 سومانی و 100 دلار را 998 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، فرصت جدا نموده برای نوید بامدادی به انجام رسید. با شما تا روز دوشنبه خداحافظی میکنیم. استراحت خوبی داشته باشید. خیر.